بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما در پروگرام اکسل فانکشن F کار میکنیم. اولا جدول ایجاد میکنیم. خب موضوعات F چی است؟ قبل از اینکه ما F مورد مطالعه قرار بدیم، پیش از فانکشن F بعض فرمول دیگه کار میکنیم که بر ما فانکشن F واضح بسازن. اوی است که ما در مجموع ماشات در جدول داریم. چطور میتونیم ما بالای در مجموع ماش $100 افزود کنیم؟ دفتر میخواد یک بونس بده، بالای ماشات $100 افزود شد. مثلا یک بونس است. به خاطر از اینکه ما بالای ماش در مجموع $100 افزود کنیم، میگیم مساوی one salary select جمع $100 در قسمت بونس مساوی خانه ماش سلکت جمع $100 150 یا هر عدد که باز درج کردیم. بعد از آن انتر بخوایم تطبیقش کنیم، طرف چپ ماوس رو در قسمت فشار میگیریم، بالای تمام ماشات تطبیق $100 بالای تمام ماش کسی که ماش 6000 به 6100 4000 به 4100. اگر ما بخوایم که تمام دفتر یا تمام ماشات پس من ماش مثال میتونم هر نمبر دیگه که باشه کسر ماش کنیم، در این صورت مساوی one salary select منفی اینجا مساوی خانه ماش منفی اینجا بالای ماشات تطبیق میکنیم. پس کسایی که در اینجا ماش استاندارد داشت اینجا منفیش هست. کسی که 6000 بود 5900 اینجا رو، کسی که 1000 بود 900 اینجا رو. عمل را که ما انجام دادیم بالای تماما جدول صورت گرفته، 1 2 10 1000 نفر. حالا پس ما میاییم بونس آمده تنها بالای ماش انجینیرها باید افزود شود. پس دفتر میخواد که $100 بالای ماش تنها کسایی که انجینیر است افزود شود. در این صورت فانکشن F بکار میاد. با کدام شکل؟ از F استفاده میکنیم. F شرطی است که از نگاه لغوی اگر معنا میکنیم. ما فعلا منظور ما اگر است. میگیم اگر کسی در پوزیشن انجینیر بود $100 افزود شود، پس برعکس چیز که یعنی اگر نبود افزود نشد. در این صورت فرمولش رو درج میکنیم. مساوی F قوس باز one position select one position select که مساوی با دبل کوتیشن اگر انجینیر باشه دبل کوتیشن کامل one salary select جمع $100 کامل one salary select قوس بس. میایم در اینجا
چطور میتونیم تنها بالای یک پوزیشن معین در این صورت F در خانه توتال معین میگیم مساوی F قوس باز. ما در اینجا سه مرحله داریم که باید استیشن. در نخست لاجیکال تست کنیم بولد است. این بولد نیست ولی if true و ولی false اما لاجیکال تست پشتش بولد است. به این معنا لاجیکال تست ای است که ما را میگه یعنی هدفتون چی است. هدف به این معنا اما شرط را که میخواین مطرح کنین در کدام کالم است. ما همو کالم یکیش سلکت میکنیم. یعنی خانه پوزیشن بدون عنوان همون کالم اولش هر چیزی که هست. میگم اگر خانه پوزیشن مساوی با دابل کوتیشن انجینیر باشه. دابل کوتیشن شروع تکست و بعدا ختم تکست را نشان میده. بعد از لاجیکال تست چه گفته باید از کاما در چه در این قسمت. کاما یعنی موضوع خلاص شد. پس جو سلکت شد گفتیم اگر انجینیر بود کاما. ولی اف ترو بولد شد. یعنی پس هدف ولی اف ترو ای است که میگه اگر شرطی درست باشه باز چی کنیم؟ شرطی ما هر کس که هست true یعنی درست. میگم اگر value if true بود خانه ماشش سلکت کن جمع $100. باز در اینجا گفته کاما میگذاریم value if false. میگه اگر شرطی ما درست نبود چی کنیم؟ اون شرطی که در اینجا در شده انجینیر است. اگر انجینیر نبود چی کنه؟ میگیم اگر انجینیر نبود وان سالری سلکت یکی از ماشا را سلکت یعنی ماش قبلیش پس بده قوس بسته انتر. سعی کنین دکتر 1000 ماشش گفتیم اگر کسی که انجینیر نبود پس ماش بده وان سالری سلکت پس ماش شود. اگر این تطبیق شود کسایی که انجینیر از 2000 بود 2100. کسایی که آفیسر و دکتر است ماشای قبلیش و یا فیلیش یعنی افزود نشد. کسایی که انجینیر از صرف $100 افزود شد. اگر نفر بعدی هم به نام فهیم دکتر است به می اساس میگیم اگر فهیم انجینیر است یا کارمند جدید است 7000 ماشش چند شد 7100. اگر کسی دیگه به نام سلیم آفیسر است 8000 ماشش پس ماش خودش یعنی تنها بالای ماش انجینیرها افزود شد. بعد از این F1 یعنی موضوعات دیگه ایش در اینجا مطرح میشه. ما چطور میتونیم که از یک بخش معینه را کسر ماش کنیم؟ مثلا پیشتر میتونستیم $300 از ماشا منفی کنیم یا $50. حالا میخواهیم در مجموع کسایی که آفیسر است 300 کسر ماشا باز از F استفاده میکنیم مساوی F قوس باز وان پوزیشن سلکت که مساوی با دابل کوتیشن آفیسر دابل کوتیشن کامل وان سالری سلکت جمع یا منفی $50 کامل در غیر آن پس ماشه شده قوس بسته انتر. در خانه توتال میاییم مساوی F قوس باز F اگر در خانه پوزیشن منظور ما کی است آفیسر اما در پوزیشن کی سلکت شده دکتر. اینجا در ابتدا مطرح نیست که در پوزیشن خدا کنه خالی باشه خدا کنه پوزیشن دیگه باشه. منظوری است که باید از نخست سلکت شود سلکت اول. اگر تو مستقیم اینجا آفیسر سلکت کنی باز از این فانکشن سهولتش معین نمیشه مجبور تو هر آفیسر جدا ماشه کسر کنی. خدا کنه نمو خانه ای که در سل اول قرار داره خالی باشه ما اون اول سلکت میکنیم که باز بعد از اون وقتی که از اینجا تطبیق میشه خودش سرچ میکنه پوزیشن رو در اینجا درج کنه. بعد از این میگیم خانه پوزیشن اگر مساوی با آفیسر بود هر شرطی را که میتونیم باز دابل کوتیشن کامل ولی if true اگر آفیسر بود چی کنه میگم خانه ماشش سلکت کن منفی $50. بعد هم میگیم کاما این خود ولی if true گفتیم که سلکت کن $50 کاما میگذاریم که اون موضوع ختم شد. موضوع جدیدش ولی false است میگه اگر آفیسر نبود چی کنه false یعنی اگر غلط بود شرطی چی کنه پس میگم ماش سلکت کنیم همون ماش اول سلکت میکنیم یعنی ماش قبلیش بکنیم قوس بسته انتر. اینو تطبیق میکنیم
دکتر ماش خودش داد، انجینیر ماش خودش، اما افسر 3050 رو پیش کم شد. از یا کسر ماش نشد، صرف افسر کسر ماش. نفر جدید رو به شکل تطبیق میشه. اگر ما بخوایم که عمل شکل سهولت به خود بگیری، یعنی که ما مجبور هر یکی رو باز سرچ کنیم، از کی کم شد از کی کم نشده. در این صورت F2 مساوی F قوس باز. منظور ما ایست که اینجا در توتال کل ماشات آمده به شمول از این که منفی هم شده، اما ما این که تا دریافت کنیم وقت ضایع میشه. چطور از این که سهولت‌تر قرار بدیم، یعنی صفر بنا بدیم. one position select مساوی با دبل پوزیشن. فکر کنید ما یک جدول ایجاد میکنیم برای یک دفتر که باز بعد از اون عمل بالاش انجام میشه، یعنی جدول خالی است. اگر خانه پوزیشن مساوی با انجینیر بود دبل پوزیشن کامل one salary select جمع $100 کام صفر قوس و سنتر. این مطرح نیست که در جدول آیا چیزی هست یا نیست، فقط ما فرمول اینجا انجام میدیم. مساوی F قوس باز. در لاجیکال تست خانه که شرطی تون است سلکت میکنین، میگم اگر بعد از ختم فانکشن کدام وقت اگر در اینجا فرمول درج میشه، چون از اینکه ما آمادگی کار خود در جدول گرفتیم که کیا در این دفتر میگم اگر جدول خانه پوزیشن مساوی به انجینیر بود دبل پوزیشن کامل ولی اف ترو. میگه اگر درست بود چی کنم، اگر انجینیر بود چی کنم، میگم خانه ماشش جمع $100 کامل ولی فالس. اگر انجینیر نبود میگم وقتی که انجینیر نبود قبلا میگفتیم ماشش بده، حالا میگم صفر برش بده. قوس بسته انتر. میتونین امیر سر 500 نفر تطبیق کنید به شکل. این مطرح نیست که باید از جدول انتری باشه. اینال وقتی در جدول انتری کنین یک نفر به نام احمد انجینیر است 1000 ماشش چند شد؟ 11 شد. اما نفر بعدی محمود دکتر است 2000 ماشش صفر. چرا صفر؟ به خاطر از اینکه دکتر است. شرطی ما تنها انجینیر بود، تنها بالا انجینیر افزود میشه، سهولت شد و بالای دیگه ماشات افزود نمیشه. ولی آفیسر است 3000 ماشش صفر. اما کس دیگه که نه سلیم انجینیر است 4000 ماشش $100 افزود شد. اینال پس ما میتونیم مشخص در توتال ببینیم بالای کسایی که افزود شده است و کسایی که افزود نشدن میگیم یک نفر دیگه است به نام حبیب دکتر است 5000 ماشش. حسیب افسر است 6000 ماشش صفر. صفر به این معنی که یعنی ماش قبلی خود میگیریم. فقط اینجا صرف از کیاس در این جدول از کسایی که افزود شده. اگر همونطور یک جدول ما میتونیم بعد از رأس کارمندا قرار بدیم کسایی نام خود میبینه که افزود شده. در غیر از اون در افزودی که نبود به این معنی که صفر است، یعنی ماش قبلیشان هر چیزی که است وجه باید خارج کنیم. این صورت دیگه حذف. اگر ما این رخت چون از اینکه افزود کردیم به می شکل اگر ما بخوایم که ماش کسر کنیم یا منفی کنیم همچنان صفر باشه، باز ما میدونیم که F3 مساوی F one position select که مساوی با دبل کوتیشن اگر دکتر باشه دبل کوتیشن کامل one salary select منفی $100 کام صفر قوس بسته نخانه توتال مساوی F قوس باز. در لاجیکال تست خانه پوزیشن سلکت که اگر مساوی با دبل کوتیشن دکتر باشه کامل ولی افترو اگر دکتر بود خانه ماشه منفی $100 $1000 یا هر چقدر که شما انجام میدید. ما میگیم $20. بعد از این میگیم کامل ولی فالس اگر دکتر نبود چی کنن؟ پس هم میتونین بگوین ماش شبته ماش کلیک میکنین یا میتونین بگوین کسایی که دکتر نبود صفر، یعنی از دیگه کسا کسر نشه. اوز بسته انتر. انجینیر ماشش کسر نشده، ماش قبلی خودم میگیره، اما دکتر 2000 بود 1900
80. یک صفر است یعنی کسر ماش نشده، یعنی بخاطر انجینیر افسر و انجینیر صرف از دکترا کسر ماش. و اگر اساسی دیگه ایجاست که فرمول که در اینجا ما نشر کردیم ای است که به خاطر فهم خودتان است، یعنی به این منظور نیست که ما باید از هر فرمول ایجا یک دفعه نشر کنیم، به خاطر از اینکه شما واضح تر بفهمید فرمول در اینجا درج شده. این ضرور نیست ما اینجا گفتیم منفی 100 دلار اینجا باید است منفی 100 دلار. یک مثال است در اینجا، به این دلیل یک تکست است، به خاطر یعنی واضح ساختن همین فرمول یک کمکی است که استفاده میشه. خب این بود موضوعات از این که ما مستقیم هم تانستیم از ماش استاندارد جمع و منفی کنیم. اگر ما به اساس آورتایم به کار ببریم اضافه کاری، باز در صورت فنکشن f در اینجا مطرح تا فعلا نمیشه که باز بعدا در فیصدی ها میخوانیم. کسایی که اضافه کاری میکنه چند فیصد باید از داده شوند. این کسایی که میگه آل استاندارد اگر بگیم، یا کسایی که اضافه کاری میکنه 50 دلار افزود میشه، مستقیما 50 دلار افزود. بعد از این در اینجا در خانه توتال مونده این حالا معین شد که هر کس 50 دلار با چی کردن آورتایم کرد. توجه شدین یک نفر دیگه چند آورتایم کرده 500، یکی دیگه 1000. پس در خانه توتال مین میگن مساوی وان سالری سلکت جمع آورتایم. در خانه توتال میگن مساوی خانه ماش جمع امی آورتایمش چقدر که استاندارد است انتر میکنیم. این هم توتالش اونجا به شکل جداگانه‌اش صورت گرفت. البته این موضوع زیادتر در بخش فیصدی قرار میگیره. این از اینکه ما باید از ماشون بگوییم کی چند فیصد 10 فیصد باید از اضافه کاریشون معلوم شود که در فانکشن های بعدی مورد مطالعه قرار میگیره. بعد از این چطور ما میتونیم بالای یک نام مشخص عمل انجام بدیم؟ یک نام مشخص به این معنی، البته موضوعاتی که من در فانکشن f مطرح میکنم تنها این جدول نیست، این جدول یک مثال است. شما با مثابه امی جدول میتونین که 1000 عمل دیگر توسط f انجام بدین. مثلا این سالا تنها ماش افزود شود یا کسر شود. موضوعات بیشتر را باز میتونین استفاده کرد. منتها موضوع اساسی است که خود f در اینجا یعنی شما f درک کنین، یعنی موضوعاتش مفهومش بگیرین که باز بتونین در جدولا بفهمین که در کجا مورد استفاده قرار بگیرن. یعنی کسی که جدولا رو براتون مثلا تایید میکنه یا میگه که باید جدول به این شکل باشه، که وقتی که اگر مطرح شد بفهمین که فانکشن f است که ما چندین رقم f بعدا هم در ادامه فانکشن ها مطرح میکنیم که چطور ما بالای 2 3 4 پوزیشن تطبیق کنیم. وقتی که موضوع از اگر شد کسی میخواد میگه اگر در این جدول یک موضوع به شکل مطرح شد کمی اگر شد بفهمین که موضوعات f چی ماش چی موضوعات بعدی باشه. ما میخوایم تنها بالای یک نام انجام بدیم. پس منظورم از یک نامی نیست تنها نام، منظوری است که در یک جدول اگر یک چیز مشخص میباشه چطور تنها بالای یک چیز مشخص عمل انجام بده. یکی خب مشخص شمیست که میگه علی باید 100 دلار افزود شه، خب مستقیم جمعی ماش خود دریافت میکنی افزود میکنی. حالا سهولت از این است که ما توسط f میخوایم که خودش دریافت کنه 1000 نفر است تا اینکه ما دریافت کنیم. یعنی فقط این نشان دهنده است که چیز مشخصه براتون میسازه. منظور من مثال تنها از این است که دانام باشه. مساوی f قوس باز و name select مساوی با دابل کوتیشن علی باشن دابل کوتیشن کامل و سالری select جمع 100 و یا اگر کسر ماش کردینش میگین منفی 200. چیه فقط جمع و منفی مطرح میشه. حال ما اگر بخوایم که جمع ماش کنم میگیم جمع 100 دلار، کسایی که به نام علی نیست صفر بتش یا وان سالری سلکت، یعنی پس ماشه قبلی شد قوس بسته انتر. در خانه توتال مساوی f قوس باز اگر خانه نیم مساوی با دابل کوتیشن علی دابل کوتیشن کامل ولی افترو اگر علی بود چی کنه خانه اینجا مطرح نیست سر نام کس، فقط خانه اولش باید سلکت شد. خانه ماشش هم میتونین بگوین جمع اگر افزود کنین، اگر کسر ماش کنین برش میگین منفی 100 دلار کامل ولی فالس اگر احمد نبود چی کنم هم میتونین بگوین صفر و هم میتونین یکی از ماشا را سلکت میکنین و مثل اولش قوس بسته انتر، یعنی پس ماش شد.
اینو ما تطبیق میکنیم. پس احمد محمود معاشای خودم میگیرن در اینجا منفی نشده، اما علی آفیسر از 3000 بود، $100 منفی شده اینجا. و همچنان کسای دیگه که سلیم، عبیب، اسیب است معاشای استاندارد خودم میگیرن. اگر 0 میدارین در اینجا 0 ضایع میشه. اگر نفر بعدی میای به نام علی، یک شخص دیگه از دفتر به نام علی است، دکتر است، 7000 معاش است، $100 از یام کات شد. چطور کنیم که منظور ما از امو علی بود که آفیسر است، ای از او علی هم کات شد که دکتر است. باز در این صورت ما میتونیم که چی را مطرح کنیم؟ فادر نیم از احمد طور مثال باز شما میتونین در فانکشن بجای از اینکه گفتیم one name select باز فادر نیم علی را سلکت میکنیم، بخاطر دو علی با یک فادر نیم نیست. پس یعنی به این معنا اینجا فعلا از دو علی کسر ما شده. باز میتونین بیاین در اینجا، یعنی منظوری است که او کالم را باز انتخاب میکنین که سیم نباشه. مثلا آیدی است، آیدی کارت سیم نیست. اف قوس باز در لاجیکال تست شرط ما علی است، اما باز ما فادر نیمش بخاطر که چند علی است، 10 یا بیشتر از اوست. حالا میگیم خانه فادر نیم اگر مساوی با دبل کوتیشن فادر نیم کی را دریافت میکنین؟ علی در کو است به نام محمد فواد است. میگم اگر به نام فواد بود دبل کوتیشن کاما والی اف ترو محمد کجا فادر نیمش اشتباه شده، فیاض است میگیم مثلا اف قوس باز خانه فادر نیم اگر مساوی با دبل کوتیشن فیاض باشه، دبل کوتیشن کامل میگه اگر فیاض بود چی کنم؟ باشه که سپیل اشتباه نشه کجا محمد هم مثلا میگم اگر ولی افترو اگر محمد فیاض بود خانه ماشش جمع $100 کاما ولی فالس اگر میگه با می فادر نیم نبود باز چی کنه؟ پس میگم ماش شبت یا 0 بتش عوض بسته این در کلگی 0 داده شد و جز از کسی که به نام فیاض است. اما یام علی است چون از این فادر نیم از این نجیب است. اگر دو نیم با دو فادر نیم یا منظوری تنها از نیم نیست، دو نیم دو کالم مطابقتش سیمی باشه، با شما او کالمش انتخاب میکنین برای ردیف از اون، مثلا ماشش متفاوت است، آیدی کارتش مثلا متفاوت است، آیدی کارت هیچ با سیم نمی باشه، با شما میگین اگر خانه آیدی کارتی که مساوی با طور مثال 25 می باشه اونمو خانه آیدی کارت این عمل باید است عمل صورت بگیره. این بود وظیفه که ما بالای یک موضوعات مشخص میدونیم چی جمع و یا چی منفی رو انجام بدیم. بعد از این چطور ما میتونیم که بالای دو پوزیشن عمل صورت بگیره، یعنی در یک کالم دو عمل انجام شد. در این صورت طور مثال ما میخواییم بالای معاش دکترها $100 افزود شود و از آفیسرها $50. یعنی کسای دیگه که خارج از این دو پوزیشن است خدا کنه 10 پوزیشن روان باشه بالای زو افزود نشه. یعنی منظور ما دو شرطی است. مساوی F قوس باز one position select مساوی با دبل پوزیشن میگیم بالای معاش دکترها اگر مساوی با دکتر بود کاما وان سالری سلکت جمع $100 کاما اف قوس باز وان پوزیشن سلکت مساوی با دبل کوتیشن آفیسر دبل کوتیشن کاما وان سالری سلکت جمع $50 هم سیم و هم دیفرنت میتونیم تطبیق کنیم کاما وان سالری سلکت
دو دفعه قوس بستن، چرا که یک دفعه قوس اینجا باز شد و یک دفعه در اینجا، دو دفعه باید استراخیر بسته شد. بیایم در خانه توتال. توتال مساوی اف قوس باز، اینجا گفتیم مساوی اف قوس باز. وان پوزیشن سلکت، یکی از خانه پوزیشن سلکت اگر مساوی به شرطی ما باشن دکتر دابل پوزیشن کامل، مساوی با دکتر سلکت. در فرمول اشتباه شد. salary select جمع $100 کام اف قوس باز. مساوی اف قوس باز خانه پوزیشن اگر مساوی به دکتر دابل پوزیشن کامل. باز میگیم وان سالری سلکت جمع $100 یعنی به این منوال افترو اگر دکتر بود چی کنه خانه ماشش سلکت جمع $100. بعدم میگیم کام اف و این منو بعد از کام اف میگیم یعنی شرطی اول خلاص شد گفتیم اگر دکتر بود خانه ماشش جمع $100 شد. اف به خاطر شرطی دوم گفتیم. باز گفتیم اف قوس باز همون شکل که قبلی در لاجیکال تست باز همون پوزیشن سلکت قبلا سلکت کرده بودیم. باز میگیم خانه پوزیشن اگر مساوی به شرطی دوم ما است آفیسر یعنی قبلیش دکتر یک شرطی و آفیسر هم شرطی دوم. دابل پوزیشن کامل ولی اف ترو اگر آفیسر بود چی کنم میگیم خانه ماشش جمع هم میتونین بگوین $100 هم میتونین دیفرنت بگوین $50 کامل. ولی فالس اگر نه آفیسر و نه دکتر بود باز چی کنه اینجا گفتیم بعد از کاما وان سالری سلکت یعنی ماش قبلیشون باز بده. پس ماش قبلیشون سلکت دو دفعه قوس بسته انتر این انجام میدیم. کسایی که انجینیر است ماش بالایش تطبیق نشد اما دکترها 2000 بود 2100 درجه شد. آفیسر 3000 بود 3050 روپیه یعنی $100 بالای ماشای دکترها و $50 هم بالای ماشای آفیسرها تطبیق شد. و کسای دیگه که خارج از انجینیر یا ده پوزیشن دیگه است فقط ماش خدا درجه ماش قبلی خدا درجه گرفت اما صرف عمل بالای دو پوزیشن تطبیق شد. اگر نفر بدینه به نام قیس طور مثال آیتی آفیسر هستن 7000 ماش هستن ماش خودش برش داد. اگر همی پوزیشن رو ما چنج کنیم به دکتر 7000 بود 7100 صورت. این بود موضوعات دو پوزیشن. اگر به می شکل بخوایم پس کسر ماش از دو پوزیشن کنیم مساوی اف قوس باز وان پوزیشن سلکت مساوی با دابل کوتیشن دکتر دابل کوتیشن کامل وان سالری سلکت. مثلا در دفتر می باید است بعد از این وقتی که درجه دکتر نوشته شد یا با مثل پوزیشن نه مثال کلمات دیگه هم هستن همون عمل که میگه باید است تطبیق شد. شما در جدول خالی بازی شکل استفاده میکنید.
خب خانه ماش سلک جمع $100 کامل منفی $100 کامل F قوس باز one position select مساوی به انجینیر باشن دابل پوزیشن کامل one salary select منفی 50 کامل 0 قوس 2 دفعه بس بعد از این در خانه توتال عنوان فرق نمیکنه هر عنوانی که باشه میتونید روی درش کنید مساوی F قوس باز اگر خانه پوزیشن سلکت مساوی به انجینیر باشه دابل پوزیشن کنه ولی if true اگر انجینیر رو چی کنیم خانه ماش منفی $100 کامل F قوس باز شون از دو شرطی هستن باز در لاجیکال تست اگر همون خانه پوزیشن مساوی به بعدن باز اگر به نام دکتر کسی در شد دابل پوزیشن کامل ولی if true اگر دکتر رو چی کنم خانه ماشش منفی 100 یا 50 یا کمتر یا زیادتر رو میتونیم درش کنیم کامل ولی فالس اگر همین شرطی که در شده یعنی مطابقت نکرد چی کنم صفر چی بتش و چی ماش قبلی شده پس میگیم صفر بتش دو دفعه قوس بستن دیگه میتونیم تطبیق کنیم وقتی که بعدم عمل در جدول صورت میگیره یک نفر از به نام احمد دکتر هستن 1000 درچ چندش من 900 من و نفر بعدی به نام مجیب است انجینیر است 3000 ماشش است $100 منفی شد اگر یک نفر دیگه طور مثال به نام فواد هستن آفیسر هستن 4000 یا 5000 ماشش صفر است صفر به ایمون کسر ماش نشد و نفر که بعد از صورت میگیره کسر ماش میشه که فقط شامل هم دو پوزیشن دکتر و یا انجینیر باشن اسیب انجینیر هستن 10000 ماشش 9000 این بود موضوعات همین رقم اگر ما باز خواسته باشیم بالای 3 پوزیشن تطبیق کنیم از بین 10 پوزیشن میتونیم با 3 دفعه گفت یعنی بعد از شرطی که ما در اینجا درش کنیم گفتیم وان پوزیشن سلکت که مساوی با دکتر کاما وان سالری سلکت منفی $100 این معنی شد که اگر گفتیم کسی در پوزیشن دکتر بود ماشش منفی شد بازه گفتیم از شرطی دوم شروع شد که او افسر هستن وان پوزیشن سلکت مساوی با دابل پوزیشن انجینیر باشن میگه چی کنم بعد از کاما گفتم خانه سالریش سلکت منفی $50 باز بعد از کاما باز اف میگین اف میگین بر شرط 3 میتونین بالای 10 پوزیشن 3 پوزیشنش تطبیق کنیم بعد از کاما ما گفتیم صفر بدش باز میگین اف باز میگین اگر مثلا پوزیشن معنیتون درج میکنین باز آخر فالس با صفر میمونیم یعنی ما می عین عمل که در دو فانکشن استفاده کردم دو اف شما عین عمل در 3 میتونین تطبیقش کنید به این شکل اف قوس باز خانه پوزیشن اگر مساوی به دکتر دابل پوزیشن کامل میگم اگر دکتر رو چی کنم خانه ماشش چی جمع و چی منفی جمع $100 کامل اف قوس باز اف گفتم بر شرط دوم اگر خانه پوزیشن مساوی به دابل پوزیشن آفیسر به دابل پوزیشن کامل میگم ولی اف ترو اگر آفیسر رو چی کنم خانه ماشش جمع یا منفی $50 حال میگم جمع $50 از یام تطبیق شد خونه گفتیم جمع 50 کام اف قوس با شرط 3 اگر خانه پوزیشن میشه باز 10 پوزیشن باشه شما عمل بالای 3 تطبیق کنید مساوی با دابل پوزیشن فایننس دابل پوزیشن کامل میگه اگر فایننس بچی کنم میگم خانه ماششن جمع 20 کام باز میتونید اف فرش بدین شرط 4 پس حالا برش اف نمیگم اینجا میگه والیو فالس یعنی همیشه عمل اف در والیو فالس تطبیق میکنیم هر شرطی دیگه وقتی که والیو فالس براتون در اینجا بولد میشه شرطای دیگر میتونید تطبیق کنید چون دیگه شرطی والیو ترو تطبیق شد اگر بود عمل صورت بگیره حالا میگم صفر بتش قوس 3 دفعه بستم چون از یک 3 دفعه اف گفتیم 3 دفعه قوس باشه حالا وقتی که من تطبیق کنم دکتر $100 افزود انجینیر افزود در اینجا نشد چون از این ما آفیسر و فایننس گفتیم
آفسر $50 افزود و اگر نفر دیگه به نام تواب نه فایننس هستن $20 بالای از این افزود شد. بالا یکیش 100 بالا یکیش 50 بالا یکیشون 20. این رقم شرط پنجم میشه. شما در عموم میتونید تطبیق کنید. و درس امروز ما بعد از ادامه که اف دیگه کدام وظیفه رو انجام میده بعدا مورد مطالعه قرار میده.